آقا نشسته بودم تو کارگاه، داشتم استراحت میکردم، بعد همینجام نشسته بودم. بعد این خلبان سستستی که میبینین از پنجره وارد شد، اومد دوف خورد بالا آینه. بعد فکر کرد مثلا اسکل میتونه از تو پنجره بره بیرون. بعد جالبیش این اومد نشست رو میز، بعدش اینجا نشست. من مثلا گفتم میخواد چیز میز بخوره و اینا، پرام ریخت. بعد آب ریختم واسش، نمیخوره. بیسکویت اینا میگم بخور، نگاه نمیخوره، تعارف میکنه بخور، نمیخوره. بعد دوباره یه چیز جالبتر اینه که خودش نشسته اینجا، بلند نمیشه بره، نگاه سیسشو ببینین، شبیه اسکولاست. بعد بچه ها دیگه بیاین کارگاه دیگه، مجبورم نهار آب گوشت فاخته درست کنیم، گشنم هست. به به برو خونتون، برو. نمیره، برو. نمیره. ضربه مغزی شده فکر کنم.